قدم اول میخواستم که برادر عبدالعلی را خوش آمدید بگم در این صفحه و میخواستم ازشون پرسان کنم که خودشون معرفی کنه، کی هستن، در کجا زندگی میکنن و چرا این آنلاین بیزنس شروع کرده و حال چی کار انجام میدن. بفرمایید برادر عزیز. تشکر خواهر عزیز. سلام به همگی، سلام به فالوورای خواهر عزیز و کسایی که ما را از فیسبوک ما میبینن. امید که همه‌تان جور و صحتمند باشین. من عبدالعلی احمدی هستم، در آمریکا زندگی میکنم دیگه. فعلا کار ما ترک درایوری هست و در پالوی از کار ترک درایوری ما آنلاین بیزنس شروع کردم که خیلی خوشبخت هستم. این کار رو شروع کردم به خاطر یک فرصتی بود برای من که ما تونستم از این فرصت استفاده کنم و دیگه من تقریبا 5 ماه میشه در این کار شروع کردم و در پالیزی به فرصتی که دارم وقتی که فارغ هستم من میتونم که کار آنلاین برایش کار کنم و پیش ببرم. و از او گذشته خوبی از این کار ای است که نیاز نیست که ما یک آفیس مشخص داشته باشم و نیاز نیست که من مثلا یک جای مشخص ما همیشه هر روز برم سر کار پس بایم. من خودم مثل که شما مطلع هستین خبر دارین، مثلا ترک درایوری یک جای مشخص نیست، یک روز یک استیت هستیم و یک روز یک استیت دیگه. ولی ما لپتاپ یا موبایل ما یا اینترنتی که دارم به ما امکان داده که ما در هر جای بتونم کار کنم. مثلا ما دیروز خودم ایندیاناپولیس ایندیانا بودم، امروز شارلوت نورت کارولاینا هستم، ولی باز هم ما میتونم که کار پیش ببرم. خوبی زی بیزنس همی هست.